سلام دوستان عزیز، امروز 6 دسامبر 2023 هستش و بانک مرکزی نرخ بهره را رو پایه 5% برای بار سوم ثابت نگه داشت و با توجه به آمار و اطلاعات در ماه اکتبر 2023 نرخ تورم 3.1% اعلام شده و با توجه به نرخ تورم در سال 2022 که 8.1% بوده ما کاهش قابل توجهی رو مشاهده می‌کنیم به امید اینکه نرخ تورم به عدد مورد نظر بانک مرکزی که 2.5% برسه و عزیزانی که تصمیم به خرید ملک دارن بتونن تصمیم گیری بهتری داشته باشن و زمان رو از دست ندن، به دلیل اینکه هر لحظه که نرخ بهره کاهش پیدا بکنه با افزایش نرخ مسکن مواجه خواهیم بود. برای مشاوره در مورد خرید و یا فروش در تورنتو با وفا امیریکیا مشاور ارشد املاک در تورنتو بزرگ تماس بگیرید. فراموش نکنید کانال منو در یوتیوب سابسکرایب کنید.